که خیلی بو میده، یعنی با وجود که خاکش هم خوبه، همه رو جذب میکنه، خشک میکنه، وقتی میخوای تمیزش کنی ای بو خفت میکنه. بعد جیش که میکنه اندازه یه گاو ماده میشاشه ها، اینقدر خاک بعد ایجور خاک به این خوبی ایجوری میچسبه بعد با این خاک اندازش ورداری اینقدر ایجور جوبیل بزنی تا بکنیش. امرو به ننش میگم خودت دله باشه رو کمر و زانوت اینا رو تمیز کن، من نمیتونم. هم این تیتی کل زندگی شده بخورم و بخوابم و پیپی کنم و جیش کنم و شب که میشه یادم بیفته یه اسباب بازی دارم وردارم برم کف راه رو وایستم سر صدا کنم، ولی کل روز اصلا نگاهی اسباب بازی رو نمی کنم. بعدم برم تو حیات بچرخم، برم ولوشم تو محوطه بدون دنبالم پیدام کنن بیارنم. بعدم از همشونم طلبکار هستم. دستگاه تصفیه آب دارم، تو تصفیه آب معدنی میریزن، غذای های نمیدونم کیفیت بالا دارم. نگاه بکن رو تو بر نگردونو، به تو هستم به تو هستم. تو ایران گربه خیابونی هستی، حالا اینجا برای ما دستگاه تصفیه آب داری. بله